هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قاعده هفتم است که هشتم است، یاد کردن موت و به یاد آوردن لقای الله عز و جل از بزرگترین قاعده در جهت تزکیه نفس است. به این معنا که اگر یک شخص بخواهد که خودش را تزکیه بکند، از تمام گناه و معصیت خودش را پاک بکند و خودش را به طاعات و عمل صالح آراسته بکند، یکی از اون راهاش این یاد مرگ است و متوجه شدن لقای الله عز و جل است. الله عز و جل می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، الله عز و جل می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آوردید، از الله عز و جل بترسید و نظر بکنید، ولتنظر که این نفس برای آیندهش چه چیزی را آماده کردگی است. و همچنین رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که اکثروا ذکر هادم اللذات، اکثروا ذکر هادم اللذات، شما به یاد بیاورید ذکر آن چیزی را که لذات را از بین میبرد. شما به یاد بیاورید ذکر آن چیزی را که لذت ها را از بین میبرد. یعنی او چی است؟ اون موت است. اگر قلب تمایل میکند به دنیا، به قصرهای دنیا، به محبت دنیا، به زندگی که این کفار و مشرکین انتخاب کردگی هستند که غافل از آخرت و از گفتهای الله عز و جل، اگر اینکه قلب تمایل پیدا کرده است و زندگی که اینها دارند به محبت دنیا، پس به یاد بیاور مرگ را که مرگ این یک چیزی هست که وقتی که بیاید نه مالت، نه سرمایت، نه خانه‌ات، نه ماشینت و نه ذخیره هایی که کردگی هستی، هیچ یک از اینها پیش این مرگ را گرفته نمیتواند. و چی بسا انسان هایی که قصرهای ساختن و قبل از اینکه میخواستن وارد قصرشان بشوند، یعنی آخرین آن چیزی که اون استاها، اون تعمیرگرها قصر این نفر را تمام کردن و این صاحب این قصر میخواست که وارد بشود، چه بسا از صاحبان قصر میخواستن که وارد قصرشان بشوند که ندارآمده در همون جا مرگ آمد و جان اینها را گرفت و اینها را فرصت نداد که این قصر را ببینن، فرصت نداد برای اینها که قصر خودشان را ببینن. و چه بسا صاحبان قصر که وارد شدن و مرده هاشون از اون قصرهاشون بری شدند. اونها را نه مال، نه منصب، نه جا، نه مقام، نه پوست، هیچ یک از اینها مانعی از این موت و از این مرگ نشدند. از این خاطر است که الله عز و جل می‌فرماید که اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این در هر کجایی که شما باشید موت به سراغ شما میآید. در هر برج‌هایی باشید، در هر بناهای محکم بلند طبقه در اینها هم باشید، فرق نمی‌کند. در هر کجایی که باشید مرگ به سراغ شما میآید. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این موتی که شما از او فرار میکنید، این شما را ملاقات میکند. بخواهی نخواهی این را باید تفکر بکنی که یک روز میمیری. هر چند مال داشته باشی، هر چند سرمایه داشته باشی، زیباترین دنیا باشی، قویترین دنیا باشی، بایترین دنیا باشی، خوشبختترین شخص در دنیا باشی، این را بدان، متوجه باش که یک روز میمیری. یک روز مرگ به سراغت میاد و درت را میزند. این را باید که متوجه باشی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. و شما را ملاقات میکند. هر چند فرار میکنید، هر چند از مرگ فرار میکنی، او به ملاقات شما میآید. ثم تردون الى عالم الغیب. بعداً سپس تو را برمیگردونن به سوی کسی که عالم الغیب و شهاده، عالم غیب است و عالم هر آنچه که ظاهر است، عالم او چیز است، به سوی او تو را برمیگردونن، به سوی الله. فینبئکم بما کنتم تعملون. بعداً شما را خبر میدهد به آنچه که شما عمل میکردید. پس در اینجا هم تخویف است، هم ترغیب است و هم ترهیب است، هم ترس است و هم تشویق است.
تشویق به این که اگر عملهای صالح انجام دادی هستی، پس برای تو جز خوش خبری دیگه چیزی دیگر نیست، خوف نیست، عذاب نیست، ترس نیست. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را خبر میدهد به آنچه که شما عمل کردید. این یک. دوم، این تهدید است و ترهیب است و ترس است برای کسانی که عملهای بد انجام دادگی هستند. الله میفرماید که فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را خبر میدهد به آنچه که شما عمل میکردید. این هر عملی بدی که انجام میدادید در این دنیا، شما را الله خبر میکند. از اگر ما را بگن که هر کاری کردی هستی فلان شخص میدوند و شما را خبر میدهد، میترسیم از یک مخلوق، در حالی که الله عزوجل خبر میده که فینبئکم بما کنتم تعملون. ولی در حقیقت مرگ این از بین بردن تمام لذات است. چرا انسان باید که این دنیا و محبت دنیا انسان از طاعت و عبادات دور بکند؟ این دنیایی که الله عزوجل میفرماید که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا چیزی نیست. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. این دنیا زنهایی که هست، زینت داده شدگی هست. این دنیا است. دنیا جای زینت است. شما فریفته نشوید. تمام زیبایی که هست اینها برای امتحان هستند. هر آنچه که در اینجا هست برای امتحان است. ذلك متاع الحياة الدنيا، این متاع حیات دنیا است. والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آیا بگو که آیا شما خبر بدیم و بهترین چیز و بهترین کارها و بهترین پاداشها او چی است؟ اون کسانی که عمل صالح انجام داده هستند و الله عزوجل وصف میکرد اون جنت است و رضامندی الله عزوجل است و اون نعمتایی که در جنت هستند. الله عزوجل آگاه است به بندگانش. بله، الله عزوجل میفرماید که وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. توبه وقتی که مرگ بیاید دیگه توبه قبول نیست. وقتی که مرگ آمد رسید توبه دیگه قبول نیست. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت. یکی از شما را که موت آمد اون وقت توبه شما پیش الله قبول نمیشود. مثل که فرعون توبه کرد وقتی که مرگ بالاش آمد گفت آمنت برب موسی و هارون. الله گفت الان دیگه ایمان میاری، در حالی که قبلا معصیت کردی، نافرمانی الله عزوجل کردی، از جمله مفسدین بودی و الان ایمان میآوری. ایمان قبول نیست، در حالی که گفت که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، ایمانش قبول نشد. پس وقتی که مرگ بیاید توبه قبول نمیشود. پس قبل از اینکه مرگ بیاید انسان باید که آماده بکند خودش را و توبه بکند و باید که آماده باشد. بله، وقتی که مرگ بیاید هیچ وقت فرصت نمیدهد که اگر تو توبه کردی نباشی برای تو فرصت نمیده که توبه بکن بعد من بیایم. و مرگ نگاه نمیکرد که تو الان جوان هستی، حالا ازدواج کردی نیستی، یا اینکه حالا تو خرد هستی. اینها را مرگ نگاه نمیکند، بلکه چی بسا کسانی که جوان بودن در فکر این که حالا ما پیر میشویم بعداً وفات میکنیم، در حالی که مرگ آمد اینها را در سن جوانی اینها را از بین برد. مرگ آمد در سن جوانی و جان اینها را گرفت. و چه بسا انسان‌هایی بودن که چقدر آرزوها داشتن، چقدر آرزوهایی داشتن که من فلان کار انجام میدم، من فلان میشوم و من فلان کار میکنم، در حالی که مرگ آمد تمام آرزوهای اینها را از بین برد. تمام آرزوهای اینها را از بین برد و آمد جان اینها را گرفت. فاذا جاء اجلهم لا يستأخر ساعه ولا يستقدمون. وقتی که مرگ بیاید یک لحظه پیش از اون وقتش نمیاد و یک لحظه هم تأخیر از وقتش نمیاد، در همون وقتی خودش میاد. یک ثانیه دیر هم نمیکند و یک ثانیه هم زود نمیآید. ولی وقتی که انسان مرگ بیاید چیکار میکند؟ چه چیزی را آرزو میکند؟ الله عزوجل ذکر میکرد که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شما را غافل نکرد مالهاتون و اولادهاتون، فرزندهاتون از ذکر الله عزوجل. و باز میفرماید که وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. روز نشود الله میگه انفاق بکنید، عبادت بکنید، طاعت انجام بدید. فقط تنها انفاق خالی نیست، چون اینجا موضوع انفاق است. الله عزوجل انفاق ذکر میکند. فقط تنها انفاق نیست، کسی که انفاق کنه میتونه انفاق بکند، کسی که انفاق کنه میتونه دیگه طاعت و عبادت را انجام بدهد. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت. قبل از اینکه یکی از شما را موت بیاید، یکی از شما بیاد بگه که یا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. میگه چرا تأخیر نانداختی به مدت مرگ من را؟ این روزش نشود که این حرف شما بگید، این پشیمانی را
این ندامت را شما بزنید. فاصدق، من صدقات میکنم، و اکون من الصالحین، و از جمله صالحین میشم. الله میفرماید که ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هیچ وقت مرگ تأخیر نمیکند. هیچ برای هر نفسی که اگر بیاید، ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هیچ نفسی را الله مرگش را به تأخیر نمیگذارد. اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعه ولا يستقدم، برای وقتی که مرگش بیاد یک لحظه نمی ایستد و یک لحظه تأخیر نمیکند ولی یک لحظه هم پیش نمیآید. و همچنین انسان بیادی و همچنین این سنت است البته برای مردها که بروند به قبرستان و نگاه بکنن حال همون مردمی، حال اون کسانی که در قبرستان هستند وفات کردگی هستند و نظر بکنن که چقدر از اونجا خردسال ها هست و چقدر از اونجا جوان ها هست و چقدر در اونجا سرمایه‌دار ها هست و چقدر در اونجا فقیر ها هست و چقدر در اونجا کسانی هستند که خوشبخت‌ترین نفر بودن و چقدر در اونجا کسانی هستند که فقیر و ضعیف بودن و چقدر در اونجا کسانی هست که سرمایه داشتن، منصب داشتن، جایگاه داشتن و چقدر در اونجا کسانی هست که آرزو داشتن، چقدر آرزوها در و نیت‌های داشتن، اما مرگ هیچ یکی از اونها را رعایت نکرد و امروز اونها در این خاک با اون لباسی که لباسی همه هست، همون سه کفن لباسی که او را پیچاندگی است و در اونجا نفر خواب است با تمام اون آرزوها امروز در اینجا هست. بله، پس رفتن به قبرستان انسان چیکار میکند؟ به یاد آخرت میبرد. پس انسان برای خودش بگد که ای نفس، اگر من بمیرم الان برای آینده من چه چیزی را ذخیره کردگی هستم، چه چیزی را من برای خودم آماده کردگی هستم. این انسان خودش را چکنه سوال بکند آیا میتوانم که من بعد از مرگ نماز بخوانم؟ آیا من میتوانم که بعد از مرگ روزه بگیرم؟ آیا من میتوانم که بعد از مرگ طاعت و عبادت انجام بدهم؟ آیا من میتوانم که بعد از مرگ توبه و استغفار بکنم؟ این سوال را بکند که ای نفس، برای آخرتت چه چیز آماده کردگی هستی و آیا میتوانی که بعد از مردن طاعت انجام بدهی؟ آیا بعد از مرگ میتوانی که عملهای خوب انجام بدهی؟ آیا بعد از مرگ میتونی که پایبند اذکار و پایبند طاعت و عبادت باشی؟ این سوال را بکند. بدون شک نمیتواند. پس باید که چقدر به نفس خودش سوال بکند که چقدر کوتاهی‌ها کردگی هستی ای نفس و چقدر کوتاهی‌ها از تو صورت گرفتگی هست و چقدر عملهای خوب از دست دادگی هستی، از تو فوت شدگی هستند. فرصت هایی که الله برای تو داده، فرصت رمضان، فرصت طلب علم، فرصت عبادت، فرصت جوانی، فرصت صحت و سلامتی، چقدر از اینها را ای نفس از دست دادی و کوتاهی کردی و حالا هم الله عزوجل به تو این نعمت ها را دادگی هست. پس من بعد بقیه از عمرت را ضایع نکن و او را به طاعت و عبادت و به طلب علم که بهترین طاعت و عبادت است او را به اونها صرف بکن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.